There's a house in a terraced street in Ponders End, North London, where the events of the past 2 months have baffled all who've heard about them. I suppose that one of the most extraordinary things about the whole case was the voice. Now, this voice was quite something. And how it started was this. آیا تا به حال فکر کردید که ممکن نیروی نامری در خونتون حضور داشته باشه؟ نیروهایی که نه تنها اشیا رو جابجا میکنن بلکه به جون شما بیفتند. خونه توی آنفیلد که به مکانی برای وحشت بدل شد، جایی که مرز بین دنیای زنده و مرده ها تنها یک پرده بود. آیا این وقایع واقعا اتفاق افتادن یا صرفا خیال بافی هستند؟ در عمق تاریکی تاریخ خانه‌ای وجود داشت که به مکانی برای وحشت بدل شد. خانه‌ای در آنفیلد، جایی که مرز بین دنیا و زنده و مرده ها به نازکی یک پرده بود. خانواده ساده و بی دغدغه ناگهان خودشون رو درگیر اتفاقی عجیب و هولناک دیدن که مو بر تن آدم سیخ میکنه. مبلمان به تنهایی در اتاق میچرخیدن، درها به خودی خود باز میشدن و صداهای نجوا و قدم زدن در سکوت شب خانه رو فرا میگرفت. آیا اینها کار ارواح خبیث بود یا شاید یک پدیده روانشناختی؟ با ما همراه باشید تا به اعماق این پرونده مرموز سفر کنید. بچه‌ها لایک و سابسکرایب کنید، فراموش نکنید. بریم سراغ ویدیو. در دل شهر لندن در محله آرام به نام انفیلد خانه‌ای وجود داشت که به زودی به نمادی از وحشت و رازآلودگی تبدیل شد. خانواده ساده و بی‌دغدغه به نام هاکسون در این خانه زندگی می‌کردند تا اینکه رویدادهای عجیب و غیر قابل توضیح زندگی اونها رو دگرگون کرد. همه چیز از اواسط دهه 1970 آغاز شد. دختران نوجوان خانه جانت و مارگارت اولین کسانی بودند که متوجه فعالیت‌های عجیب و غریبی در خانه شدند. اشیا به تنهایی در هوا شناور می‌شدند. صداهای مبهم و آزاردهنده‌ای شنیده می‌شد و مبلمان به طرز عجیبی جابجا می‌شد. در ابتدا خانواده سعی کردند این اتفاقات رو نادیده بگیرند، اما به زودی متوجه شدند که چیزی فراتر از درک خود روبرو هستند. شواهدی که نمی‌شد نادیده گرفت. با گذشت زمان شدت این وقایع افزایش یافت. دیوارها می‌لرزیدند، درها خود به خود باز و بسته می‌شدند و حتی اعضای خانواده احساس می‌کردند که توسط نیروهای نامری لمس میشن. این اتفاقات به قدری شدید شد که توجه رسانه‌ها و محققان پدیده‌های فراتبیعی رو به خودش جلب کرد. محققان با دوربین‌ها و دستگاه ضبط صدا به خانه هاکسون آمدند تا شواهدی از این فعالیت‌ها جمع‌آوری کنند. فیلم‌هایی که در اون مبلمان به تنهایی حرکت می‌کردند و صدایی ضبط می‌شد که به نظر می‌رسید از موجودی نامری می‌اومد، به سرعت در سراسر جهان پخش شد. این شواهد هرچند برای برخی قانع کننده نبود، اما برای بسیاری دیگر دلیلی بر وجود نیروهای ماورایی در آن خانه بود. یکی از شب‌های سرد زمستانی جانت و مارگارت در اتاق خودشون خوابیده بودند که ناگهان صدای بلندی شنیدند. با ترس از خواب پریدند و دیدند که تخت خوابشان به شدت تکان می‌خورد. ناگهان یک نیروی نامری اونها را از تخت بلند کرد و در هوا چرخوند. این اتفاق اونقدری شدید بود که جانت و مارگارت مجبور شدند فریاد بزنند تا به کمک والدینشان بشتابند. نظریه‌ای که هیچگاه ثابت نشد. این پرونده همانند هر پدیده مرموز دیگری نظریه‌های مختلفی را به همراه داشت. برخی معتقد بودند که این خانه توسط ارواح خبیث تسخیر شده. برخی دیگه بر این باور بودند که این اتفاقات ناشی از یک پدیده روانشناختیه و دختران نوجوان به دلیل فشار روانی و جلب توجه این وقایع را ساختگی جلوه میدهند. عده‌ای نیز معتقد بودند که عوامل محیطی مانند میدان‌های مغناطیسی یا انرژی‌های زمینه‌ای میتونه باعث چنین اتفاقی شه. محققان بسیاری برای بررسی این پرونده به خانه هاکسون اومدند. اونا با استفاده از دستگاه‌های مختلف سعی کردند توضیح علمی برای این وقایع پیدا کنند، اما هیچ کدوم از این تحقیقات نتونست به طور قطعی علت این اتفاق رو مشخص کنه. تأثیری ماندگار. پرونده انفیلد به سرعت به یکی از مشهورترین پرونده‌های تسخیر توسط ارواح در جهان تبدیل شد. این پرونده نه تنها باعث ایجاد ترس و هیجان در میان مردم شد، بلکه الهام بخش فیلم‌ها، کتاب‌ها و سریال‌های تلویزیونی بسیاری شد. فیلم‌های سری احضار که بر اساس این پرونده ساخته شدند به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ترسناک تاریخ تبدیل شدند. آیا این یک داستان واقعی بود یا فقط یک خیال بافی؟ تا به امروز هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود نداره.
در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از این پرونده خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا به اعماق این پرونده مرموز سفر کنیم و به دنبال پاسخ سوالاتی باشیم که سالها ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. زندگی روزمره خانواده هاکسون در طول این اتفاقات. زندگی خانواده هاکسون در طول این اتفاقات به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. ترس و وحشت به بخشی جدایی ناپذیر از روزهایشان تبدیل شده بود. خواب آرام دیگر برایشان معنایی نداشت. هر وقت صدا و حرکت غیر عادی دلایل وحشت‌آوری را در ذهنشان تداعی می‌کرد. کودکان به ویژه جانت و مارگارت بیشتر از همه تحت تاثیر قرار گرفته بودند. آنها از ترس در اتاق خود حبس می‌شدند و شب‌ها کابوس می‌دیدند. روابط خانوادگی نیز تحت فشار قرار گرفته بود. پدر خانواده سعی می‌کرد تا آرامش را در خانه برقرار کند، اما رویدادهای غیرقابل توضیح او را نیز نگران کرده بود. مادر خانواده نیز با دیدن رنج فرزندانش بسیار ناراحت بود. شواهدی که به نفع یا علیه وجود ارواح ارائه شده، فیلم‌هایی که از جابجایی خودکار اشیا و صداهای عجیب ضبط شده بود با عنوان شواهدی قوی برای وجود فعالیت‌های ماورایی ارائه می‌شد. بسیاری از افرادی که به خانه هاکسون آمده بودند از وقوع اتفاقات عجیب و غریب خبر می‌دادند. برخی محققان معتقد بودند که تغییرات ناگهانی در دما و میدان مغناطیسی در خانه نشانه‌ای از وجود انرژی‌های نامرئی است. منتقدان این پرونده معتقد بودند که دختر نوجوان به دلیل جلب توجه مشکلات روانی این اتفاق را ساختگی جلوه می‌دهد. برخی محققان معتقد بودند که این عوامل مانند ساختار خانه، تغییرات جوی و حتی فعالیت‌های لرزه‌ای می‌تواند باعث ایجاد صداهای عجیب و غریب و حرکات غیرعادی شود. بسیاری از فیلم‌ها و عکس‌هایی که به عنوان مدرک ارائه شده بود کیفیت پایینی داشتند و امکان دستکاری آنها وجود نداشت. نظرات کارشناسان و محققان درباره پرونده انفیلد بسیار متفاوت بوده است. برخی از آنها معتقد بودند که این پرونده یکی از قوی‌ترین شواهد برای وجود ارواح است، در حالی که برخی دیگر این ادعاها را رد می‌کردند. برخی از محققان سعی می‌کردند با رویکردی علمی به این پرونده نگاه کنند. آنها به دنبال یافتن توضیحاتی طبیعی برای وقایع رخ داده بودند، اما نتونستند به نتیجه قطعی برسند. تا به امروز هیچ توافق عمومی در مورد این پرونده وجود ندارد و این پرونده همچنان به یکی از بزرگترین معماهای پدیده‌های ماورایی باقی مانده است. رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در معروف شدن این پرونده داشتند. آنها با بزرگنمایی وقایع و ارائه تفسیرهای مختلف به ایجاد هیجان و جنجال در این مورد کمک می‌کردند. برخی معتقد بودند که فشار روانی و توجه رسانه‌ها می‌تواند باعث ایجاد علائم روانی در افراد شود و آنها به طور ناخودآگاه وقایع را تجربه کنند که واقعی نیستند. با وجود تمام تحقیقاتی که انجام شده است، هیچ مدرک قطعی و علمی برای اثبات وجود ارواح در این پرونده پیدا نشده است. در نهایت هر فرد با توجه به باورها و دیدگاه‌های خود قضاوت متفاوتی در این باره می‌کرد. درباره این پرونده خواهد داشت. پرونده انفیلد تاثیر شگرفی بر فرهنگ عامه به ویژه در ژانر وحشت ماورطبیعی گذاشته است. این پرونده به یکی از مشهورترین و بحث برانگیزترین موارد تسخیر توسط ارواح در جهان تبدیل شد. این پرونده الهام بخش ساخت فیلم‌های ترسناک بسیاری مانند سری فیلم‌های احضار شد. این فیلم به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل شد و باعث افزایش علاقه مردم به داستان‌های ماورایی شد. بسیاری از نویسندگان از این پرونده به عنوان منبع الهام برای نوشتن رمان و داستان‌های کوتاه استفاده کردند. برخی از بازی‌های ویدیویی ترسناک از عناصر این پرونده برای ایجاد جو ترسناک و هیجان‌انگیز استفاده کردند. پرونده انفیلد به یک نماد از وقایع ماورایی تبدیل شده است. در بسیاری از فیلم‌ها، سریال‌ها و حتی کارتون‌ها به آن ارجاع داده می‌شود. مقایسه پرونده انفیلد با سایر پرونده‌های مشابه. پرونده انفیلد به دلیل شواهد تصویری و صوتی فراوان و همچنین پوشش گسترده رسانه‌ها از شهرت بیشتری نسبت به پرونده‌های مشابه خود برخوردار است. با این حال بسیار از پرونده‌های دیگر نیز شباهت‌هایی به این پرونده دارد، از جمله پرونده امیتیویل. این پرونده نیز به رویدادهای عجیب و غریبی اشاره دارد که در یک خانه رخ داده است و عنوان یکی از معروف‌ترین پرونده‌های تسخیر توسط ارواح شناخته می‌شد. پرونده وارن‌ها، اد و لورن واین زوجی بودند که به عنوان محققان ماورطبیعی شناخته می‌شدند و پرونده‌های بسیاری را در مورد بررسی قرار می‌دادند. پرونده انفیلد یکی از پرونده‌هایی است که توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت. در سراسر جهان پرونده‌های متعددی از تسخیر
انفیلد توسط ارباب گزارش شده است که شباهت‌های زیادی به این پرونده دارد. موریس گراس یکی از مشهورترین محققانی بود که به پرونده انفیلد رسیدگی کرد. او معتقد بود که این خانه واقعا توسط ارواح تسخیر شده است. گایلیون پلیفیر یک نویسنده و محقق بریتانیایی بود که در ابتدا به این پرونده شک داشت، اما بعدها به وجود فعالیت‌های ماورایی در این خانه اعتقاد پیدا کرد. اد و لورن وارن این زوج مشهور به عنوان محققان ماورالطبیعی پرونده انفیلد رسیدگی کردند و معتقد بودند این خانه توسط یک نیروی شیطانی تسخیر شده است. Dirty Dick, Andrew Gardner, and Stuart Certain. Has he ever spelt that? No. Mr. Ghost asked him, but it's like distract Mr. Rosen last night when he asked. I was some time ago. And what do you think these are? Are they people, or are they just voices? Could be spirits, oh, I don't know. I believe it's a ghost, a spirit, speaking for us somehow. No. We don't get this at school, these voices are. Because I believe when we're all separate, it's not. I suppose that one of the most extraordinary things about the whole case was the voice. Now, this voice was quite something. And how it started was this. On December... که خب رفقا اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب کانت فراموش نکنید تا ویدیوهای بعد. خدا نگهدار.